بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. آیا شما بخیل هستید؟ حالا از کدوم یک از بخیلا این صفت زشت آیا در ما وجود داره؟ بخیلا انواع و اقسامی دارن. یه بخیل اونه که مالی داره، زندگی داره، نمیخواد به دیگران برسونه، میگه که این مال خودم باشه، واسه خودم بمونه. اونایی که ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، اونایی که بخل می‌ورزند به اون چیزی که خداوند به اونها عطا فرموده و ارزانی داشته. بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، گمان نکنن که کاری که میکنن براشون خیر است و خوبی داره، بل هو شر لهم، بلکه این براشون بده و روز قیامت مثل یک ماری دور گردنشون میپیچه و اونها رو همین بخل داغون میکنه. یه بخیلی که اینه که همیشه به ذهن ما میاد که کسی از مال و منالی داره به دیگران نمیده. یکی دیگه این است که بخیلی میکنه تو چیزی که دیگران دارن، کسی دیگه میخواد کار خوبی میکنه اون جلوشو میگیره. الذين يبخلون و یأمرون الناس بالبخل، خودشون بخیلی میکنن، هیچ دیگران رو هم امر میکنن و تشویق میکنن که بخیل بشن. این خیلی بخیل بدجنسی هست. یه بخیلی که از اون هم بدتره اونیه که بخل میورزه رو خودش، اون نعمتی که خداوند داده روش ظاهر نیست. ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، خداوند دوست داره، خوشش میاد که ببینه اثر اون نعمتی که به بندهش داده در شکل و قیافه و در زندگی اون فرد اون نعمت باشه. اون کسی که به خودش باز بخیلی میکنه یک بخیلی بسیار بده. از نمونه های بخیلی بسیار بسیار بد، بخیلی بر خوشرویی است. یعنی یک خط انداختن رو لبها، یک لبخندی زدن چقدر خرج داره. این اخمایی که با هم نزدیکن اینا رو یکم وا کردن چقدر بسیار سختی داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین مردم اون کسیه که بخل بورزه در سلام دادن به مردم، خوشرو بودن. سلام که تنها سلام علیکم که نیست، سلام یک پاکت کامل هست، یک اتیکت خاص خودش رو داره. نحوه سلام کردن، صدا در نحوه سلام کردن اینجوری سلام علیکم نخیر، رو باید باشه، اخما باید باز باشه. نحوه سلام کردن و کسی که سلام نمیکنه خب بخیل هست و از بدترین بخیل هاست. و از بدترین بخیل ها آدم قدرنشناسه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اومد این همه زحمت کشید، این همه رنج و تحمل کرد که دین رو به من و شما برسونه، الان وقتی ما اسمش رو میشنیم باید صلوات بفرستیم برش. اگر صلوات نفرستیم که خب ما بخیلیم. پدر و مادرمون که باعث شدن ما به وجود بیاییم و این همه زحمت برای ما کشیدن، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، خاله ها، دایی ها، عمه ها، همه این خویشوهایی که برای ما زحمت کشیدن، استادا، اگه ما ذکر خیری ازشون نکنیم این از بخیلی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ثم لم یصلی علی، بخیل اون شخصی است که یاد من جلوی اون افتاد، یک اسمی از من برده شد در مجلسی که اون بود و بر من به اصطلاح صلوات و درود نفرستاد. فذاک ابخل الناس، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید این کسی که بر پیامبر درود نمیفرسته این از بخیل ترین مردم هست. آیا واقعا ما بخیلیم؟ یه تلنگری به خود بزنیم ببینیم که اگر بخیلیم باید سعی کنیم این بیماری مهلک و بد رو از قلبمون پاک کنیم و در پی علاج باشیم و درمان.